بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله در درس امروزه از این قسمت کوتاهی آداب نماز میگذریم و بعداً به کیفیت ادا کردن، یعنی چگونه طرزی ادا کردن نماز میگذریم. من کوشش میکنم هر دوی این بخش ها رو زودتر گذرم، چون که مخصوصا در این فصل، در فصلی چگونه باید نماز خوانده شود یا ادا کرده شود، عموما مؤلف تمام اون چیزهایی که علاقه ذکر کردگی هست در بخش سنت ها و واجبات و رکن ها، همانها رو با ترتیب دوباره ذکر میکند. برای همین شرط نیست که من وقفه کنم یا با تفصیل در این بخش داخل شوم. و ان شاء الله اگر در نیم ساعت این قسمت رو یا 20 دقیقه تمام کنیم، به بخش امامت هم میگذریم. بخش یکم امامت رو کوشش میکنیم که به تکمیل رسانیم. خب در اینجا امام میگوید فصل فی کیفیت ترکیب الصلاة. در مورد کیفیت، یعنی چگونه ترکیب دادن، یک جای کردن نماز، چگونه باید نماز خوانده شود. این مثال 2 رکعتی که در اینجا پیش میکند، عموما تمام قانون ها و قاعده هایی که برای مردها می باشد یا طرزی که برای مردها ذکر کردگی هست، آنها رو یعنی زیادتر یا آنها رو ذکر می کند. البته فرقیت هایی که علاقه به ما اشاره کرد، آنها رو ما باید به نظر بگیریم برای نمازگذاری زن. اذا اراد الدخول فی الصلاة، وقتی که انسان اراده کند که داخل شود بر نماز، اخرج کفیه من کمیه، دستان خود رو، یعنی تا پیش از بند دستش، دستان خود رو از کمیه، از آستینهایش میبرارد. ثم رفعهما حذاء اذنیه، سپس بالا میکند آنها رو برابری گوشهایش. و طبق فقه حنفی ضرور نیست که مرد انگشتهایش رو در زیر گوشهایش گذارد یا چسباند، این ضروری نیست. اما اگر کسی این گونه کند، مثلا پدراتون باشد، بابایتون باشد و شما بفهمانید که یعنی تنها برابری گوش ها بالا کردن این کفایه میکند، گوش رو رسیدن ضروری نیست. و اگر البته گپ شما رو بپذیرد و بگیرد خوب، اگر نگیرد البته این باکی ندارد، چون که این نماز رو باطل نمیسازد. به هر حال پس مرد چی میکند؟ دستان خود را برابر گوشهای خود بالا میکند و زن برابر کفتای خود بالا میکند. ثم کبر بلا مد ناویا، سپس تکبیر میگوید، یا سپس نمیگویم، همزمان تکبیر میگوید. در یک وقت، در وقت تحریم گفتنش تکبیر میگوید به مد کردن، یعنی که در اینجا کمترک تجوید رو هم ذکر میکند، یعنی که باید یگان حرفی که حرفی مد نباشد باید مد کردن نشود، چون که این احتمال دارد وابسته به این که در کجا مد میکند، مد اصلی باشد مد فرعی باشد فرق نمی کند، وابسته به این که مد در کجا می شود احتمال دارد که نماز پیش از آغاز شویش باطل شود، فاسد شود. مثلا 2 مثال می دهم. کسی اگر گوید الله اکبر، یعنی اعوذ بالله، این خطا هست، چون که معنای این عباره فرق میکند. الله اکبر یعنی حمزه به مد، حمزه رو به مد تلفظ کردن، این حمزه هست که در از جزئی لفظ جلاله می باشد. اما اگر کسی الله بگوید، یعنی حمزه اولی رو اگر دراز کند، یعنی چی کرد؟ یعنی که پیش از حمزه لفظ جلاله یک حمزه استفهامیه رو ضم کرد، علاوه کرد، و 2 حمزه یک جایه می شوند، مد می شود. و این چی می شود؟ این عباره از یک خبر به عباره سوالی تبدیل می شود و این نماز رو باطل می سازد. یعنی که انسان با جایی که بگوید که الله بزرگ است، چی می گوید؟ آیا الله بزرگ است؟ این چی شد؟ سبحان الله، این نادرست شد. خب آداب نماز رو گذاشتیم، شما نگفتید. خب جزاک الله خیرا عایشه. فصل من آدابها، در مورد آداب نماز. اخراج الرجل کفیه. خب اول این است که مرد دستان خود را، یعنی یکی از آداب نماز این است که مرد باید دستان خود را از چی گفتم، آستینهایش برارد هنگامی تکبیر گفتن. یعنی که اگر نبرارد
نماز باطل البته نمی شود، خلاف سنت هم نمی شود. این تنها یک عملی ادبی هست و علما ذکر میکنند که برای زن این ضروری نیست، نه از جهت ترکیب نماز و نه از جهت آداب نماز. یعنی که این برای زنها سنت نیست، آداب حساب نمیشه، چون که زنها اگر دستان خود را از آستینهای خود بیرون کند، اگر یعنی آستینها اگر کمی درازتر باشد چی میشود؟ یعنی احتمال هست که آستین پایانتر شود. از این سبب است که اگر آستینش درازتر باشد یا از زیر آستینش آستینی چسب اگر پوشیدگی باشد، که معمولا همین خیل اکثری مردم میکنن، من هم میکنم، یعنی از زیر آستینی کشاد یک آستینی چسب پوشیده میشود تا اینکه اگر آستینی کشاد کمی پایان شود در وقت مرور، در وقت یعنی حرکت کردن، یعنی پوستی زیر معلوم نشود. یعنی هدف در اینجا این است که برای زن این ضروری نیست. و نظر المصلی الى موضع سجوده قائما، و نگاه کردن، نظر کردن نمازگزار مصلی یا مصلیه به طرف موضع، جایی سجدگاه، سجده کردنی آن در وقتی ایستاده. یعنی در اینجا چیز ذکر میکند مؤلف، میگوید که هنگام ایستاده، هنگام رکوع، هنگام نشست، هنگام سجده باید نظر و نگاهی مصلی در کجا باشد؟ در وقتی ایستاده باید که سجدگاه خود را نظر کند. این یکی از آداب نماز هست. یعنی که اگر کسی مثلا از شما سوال کند که من در وقت نماز ناخواست، بعضی ها خیلی ترس می داشته باشند، خوب هست در امور دینی ترس داشتن، احتیاط کردن، اما اگر کسی مثلا از شما سوال کند یا از من سوال کند که هنگام نمازم من در حجره خود بودم و کسی در رو کشاد و در آمد فوراً و من ناخواست نظرم به نظر آنها رفت، یعنی که من چشمان خود را از سجدگاه هم بالا کردم و آنها رو دیدم، یا اینکه حتی سرم کمتر بالا شد، آیا نماز من باطل می شود؟ در جواب چیست؟ نه، باطل نمی شود، چون که نظر خود را، چشمان خود را، نگاه خود را در سجدگاه گذاشتن، در پایان خم یعنی پایان گذاشتن، این یکی از آداب نماز حساب می شود. تا وقتی که سینه انسان از قبله از 22% یا اینکه از 44%، در اینجا بین علمای معاصرین اختلاف هست، اگر دور نخورد، حرکت نکند، نماز باطل نمی شود. خب امیدوارم که فیصد رو فهمیده. در اینجا من چی نظر دارم، شاید فیصد درست نباشد، یعنی گرادوس میگویند به فکرم به روسی، 22 گرادوس، 44 گرادوس. انشاءالله اگر نفهمیده باشید من عکسش رو کشیده برای شما روان میکنم. به هر حال در اینجا چی گفتن؟ بله، فویز بله، فویز گرادوس بهترین فهمیدید. و بعدا میگوید و الی ظاهر القدم راکعا، و بر بالای قدمهایش باید نظر کند هنگامی رکوع کردن. و الی ارنبت انفه ساجدا، هنگامی سجده کردن. همه این میبینید قائما، راکعا، تمام اینها کلمه های حال هست، یعنی در حالتی سجده. اسمی فاعل هست، اما همچون حال در اینجا ترجمه میکنیم. و با نوکی بینیش هنگامی سجده کردن. خب زن هم همین گونه به همین مکان ها نظر میکند در هر رکن، در هر حالت. و الی حجره جالسا، و به دامنش نظر میکند هنگامی نشست. و الی المنکبین مسلما، و به شانه هایش مینگرد هنگامی سلام گفتن یا در حالتی سلام گفتن. و دفع السؤال ما استطاع، و دفع کردن، من به شما یک وقت فهمونده بودم که حتی به تاجیکی این را همچون یک کلامی زشت استفاده یعنی میکنن بعضی ها، اما برای به یاد داشتن شما، طرزی یاد گرفتن یا به یاد داشتن، من این را برای شما گفته بودم که دفع کردن یک چیز یعنی دور کردن از خود، دور کردن سلفه، سؤال سلفه، ما استطاعت، تا حد استطاعتش، تا حد امکانش. یعنی یکی از آداب نماز همین است که اگر انسان سلفه داشته باشد، اگر نتواند دفع کردن یعنی دور کردن، باقی ندارد، نماز را نمیشکند تا وقتی که مثلا اگر یکی از نواقض نماز را انجام ندهد، مثلا پورا یک کلام را اگر نگوید. اما همین خیلی صدا اگر باشد، صدای سلفه اوه اوه باشد،
این باکی ندارد. اما یکی از آدابش همین است که انسان یعنی در پیش الله سبحانه و تعالی ایستاده هست، کوشش کند که در بهترین حالت باشد، با بهترین آداب ایستد، تا حالت استطاعتش کوشش کند که دور کند از خود. و کظم فمه عند التثاؤب، هنگام تثاؤب، نمیدانم چی کلمه در اینجا بهترین است، اگر شما دانید برای من بگویید، اما خواب کشیدن میگوییم. خواب کشیدن، هنگام خواب کشیدن دهان خود رو یعنی پوشاندن، یا اینکه کوشش کردن، اینگونه کوشش کردن که همون دهان خود رو محکم نگه کردن، یا دور کردنی تثاؤب. خب خامیازه، دواچک، خامیازه، دهان فوجه. خب بهترین یکم بار است میشنوم کلمه نو. والقیام حین قیل. خب و این دو نقطه آخران این است که هنگامی شنیدن مقتدی و مصلی حی علی الفلاح بیاید به پیروزی یا به فلاح یعنی کامیابی، یا بخیزد به طرف کامیابی بیاید، از جایش خیزد، قیام کند، از جایش خیزد و به نماز بیاید یا به طرف طهارت فورا رود. این است یک آدابی قبل از نماز. و شروع الامام مذ قیل، و شروع کردن امام یعنی که امام نماز خود را آغاز کند وقتی که مقیم چی بگوید؟ قد قامت الصلاة، نماز قائم شد، یعنی که مقیم تا حال تمام نکرده است، امام میتواند که نماز خود را آغاز کند. این نزد امام محمد و امام زفر هست، قولی دو علامه دو امام های حنفی می باشد. امام محمد را میشناسید، الشیبانی، و امام زفر یکی از شاگردانی هست، یکی از شاگردان امام ابو حنیفه هست، اما اونقدر نامش زیاد پیش نمی آید. کلان سالتر بود از امام محمد الشیبانی. زفر ابن الهذیل نامش بود. هر دو اینها این قول را داشتند، اما قاضی ابو یوسف رحمه الله این قول را داشت، یعنی به این نتیجه رسیده بود از نصوص شرعی، می گفت که اگر امام پس از پوره شدن اقامه اگر نماز خود را آغاز کند به فاصله، این جایز هست و اکثری یعنی علمای احناف بر همین عمل میکنند. شاید که شما هیچ وقت ندیده باشه در مسجد که مقیم قد قامت الصلاة گفته ایستاده باشد و امام نماز خود را آغاز کند. و شاید یک سببش این باشد در این زمانه، در این عصر پیشرفته، که از سببی که میکروفون استفاده می شود بلندگویک، از این سبب شاید که یعنی باید در یک وقت دو نفر استفاده نکنند و شاید یعنی مردم خوب نمیشنوند اگر مقیم تا حال الله اکبر گفته ایستاده باشد و امام یعنی نماز خود را آغاز کند. شاید بین مردم غلط فهمی افتد، از این سبب این قول یعنی بر این قول عمل کرده می شود. اما گفتم که اکثری علمای احناف قولی قاضی ابو یوسف بر عمل میکنند، اما این گونه قول هست و امام شرمولانی در اینجا همچون ادب این رو ذکر کرده است، اما بر این اونقدر عمل نمی شود. به هر حال میگذاریم اکنون در اینجا من علاقه برای شما فهموندم که چگونه باید نماز ادا کرده شود. علاقه جمله یکم رو گذاشتیم که مرد البته دستی خود را تا گوشهایش بالا میکند، الله اکبر میگوید به مد. در اینجا بودیم که باید هنگامی الله اکبر گفتن و البته هنگامی قرائت کردن هم خطا کردن، لحنی جلی کردن نماز را فاسد میکند، نماز را میشکند. از این سبب انسان باید احتیاط کند و برای همین هست که ما میگوییم که تجوید را خوب دانستن بهت مهم هست. البته اگر این جدا هست که آیا نمازش در اصل میشکند نزد الله سبحانه و تعالی، آیا در اصل در روز قیامت نمازهایش قبول نمی شود، آیا از او پرسش می شود، آیا گناهگار می شود، آیا یعنی عذاب داده می شود، الله ما را حفاظت کند، در این باریکی داخل نمیشیم، چون که به الله سبحانه و تعالی مشکلات و سختی هر یک انسان معلوم هست. اگر انسان کوشش خود را کند اما باز هم نتواند یا تلفظش خیره باشد، نافهمو باشد یا زبان عربی برایش ثقیل باشد، تا حد امکانش باید کوشش کند و آن طرف دیگرش را ما
به الله سبحانه و تعالی یعنی میگذاریم، میسپاریم. ان شاء الله از الله سبحانه و تعالی، از رحمت الله سبحانه و تعالی ناامید نیستیم. اما باز هم انسان باید کوشش کند که حداقل دیده و دانسته یا حتی وقتی که امکانیت دارد به تلفظ درست، باید تلفظ نادرست نکند. گفتم که الله اکبر از الله اکبر فرق میکند و این نماز رو میشکند. اما آیا مثلا الله اکبر یعنی مد اصلی لام لفظ جلاله رو اگر کسی به مد فرعی تبدیل کند، آیا این نماز رو میشکند؟ یعنی در این مثال نماز نمیشکند اما کراهت دارد. علما این گونه میگویند. و هر یک فکر کنید، هر یک حرف، دراز کردنی هر یک حرف به جای فتوای خودش رو دارد. انسان نمیتواند این گونه بگوید که هر یک مد نماز رو میشکند یا هر یک خطا نماز رو میشکند. هر یک خطا نماز رو نمیشکند. وابسته به این که همین خطا معنا رو چگونه تبدیل کرد ما فیصله میکنیم. مثلا این شد دو مثال. دیگر مثال ها هم هست که اگر کسی اکبر بگوید چی و غیره ها، اما همین دو مثال کفایه میکند. نویان چی معنا دارد؟ با نیت، یعنی هنگام تحریم گفتن هم باید نیتش موجود باشد. و یصح الشروع بكل ذکر خالص لله تعالی كسبحان الله. این دیگر مسئله هست. صحیح هست شروع کردن، آغاز کردن به هر ذکری که خالص برای الله تعالی الله سبحانه و تعالی هست، به مانندی سبحان الله. شما علاقه این رو گذاشتیم که این صحیح هست، نماز می شود. اما الله اکبر رو گفتن یعنی الله اکبر باید مخصوص کرده شود. پس انسان الله اکبر بگوید، این دقیق تر هست، این درست تر هست. خب اگر باید داشته باشید در اینجا به فکرم گذاشتیم و تخصیص و در اینجا بله در اینجا در قسمتی واجبات، واجب الصلاة در اینجا ببینید، و تخصیص تعیین و تکبیری لافتتاح کل صلاة، برای آغاز کردنی هر نماز معین کردنی عباره الله اکبر. اما اگر کسی به جای الله اکبر یک عباره رو استفاده کند که باز هم در آن خالصا یعنی ذکر الله باشد، نماز درست می شود. یعنی که باید عباره هایی که خالص برای ذکر الله سبحانه و تعالی می باشند، برای توصیف الله سبحانه و تعالی می باشند، اگر این گونه عباره رو استفاده نکند، نماز می تواند باطل شود. مثلا انسان نمی تواند استغفر الله بگوید. استغفر الله این درخواستی مغفرت از الله سبحانه و تعالی هست، طلب مغفرت هست، نه اینکه توصیف دادن یا تحمید یا حمدی الله سبحانه و تعالی را بیان کردن. تعریف الله نیست. یا ان شاء الله گفتن. ان شاء الله این یعنی اگر الله بخواهد، اگر الله راضی باشد. این عباره برای طلب کردن گویم که برکت در امور قادمه، در امور مستقبل، در کارهای مستقبل می باشد. از این سبب، از سببی که وقتی که مصلی، وقتی که انسان یک کاری رو میکند که به خلاف عمل عادی می باشد، مسئله خیلی کنجکاو می شود، خیلی دقیق می شود، خیلی پر از تفصیلات می شود و باید یعنی انسان فتوا بگیرد، نمیداند نمازش شد نشد، باطل شد. از این سبب بهترین کار همین است که انسان این گونه عباره های یعنی دیگر رو استفاده نکند. همون چیزی که سنت هست، همون چیزی که معمولی هست، عادی هست، مشهور هست، همون چیز رو پیروی کند، برای آن که بعد برای خودش مشکلات پیدا میکند. و بعدا میگوید و بالفارسیه این عجز عن العربیه، تنها هنگام شروع کردن نماز اگر کسی دشواری داشته باشد، عاجز باشد، نتواند، امکانیت نداشته باشد این عباره رو یا به مانند همین عباره به عربی بگوید، میتواند به زبان فارسی یا به دیگر زبان بگوید. یعنی توصیف الله سبحانه و تعالی یا تحمید الله سبحانه و تعالی در اول میتواند که به یک زبان دیگر بگوید. اما آیا قرائت را یا آیا اگر عاجز نباشد آیا اجازت دارد؟ نه، چون که نماز باید با زبان عربی باشد. خب و در این هم امام ابو حنیفه یک وقت یک قولی داشت که جایز هست، اما از بین دو قولش قولی که جایز نیست فتوا داده می شود. و این چنین بعضی ها می فهمونند که وقتی که امام ابو حنیفه با فارسی
فتوا داده بود که اجازت هست، هدفش این نبود که با یک زبان دیگر، هدفش این بود که وقتی که فارسی دری، حتی تاجیکی هم یک وقت میدانید پیش از روسا و غیره، با حرفهای عربی نوشته می شود. اگر کسی الله اکبر را به زبان فارسی نویسد، عین چیز می نویسد، یعنی همون حرفها رو می نویسد، تنها شاید تلفظش کم ترک به تجوید شود برای یگان عباره ها. برای همین بعضی علما میگویند که نه، امام ابو حنیفه رحمه الله هیچگاه با دیگر زبان خواندن نماز رو اجازت نداده است. در جایی که گفته است که با فارسی اجازت هست، هدفش این بود که از سببی که فارسی و عربی یک می شود هنگامی نوشت و این چنین کلمه هایش و این چنین تلفظاتش و حرفهایش عموما 99% گویم که یک می باشد. تنها فارسی بعضی یک 4-5 حرف اضافگی دارد و فارس زبان به تجوید عموما یعنی گپ میزند به تجوید عربی. اما از سببی که قریب هر دوی این زبان ها یک هست، همچون مثال امام ابو حنیفه گفته است که این جایز هست و اگر فارسی نباشد دیگر زبان ها جایز نیست. به هر حال در اینجا امام شرنبولاری تنها به شروع نماز اشاره کرده است. اگر انسان عاجز باشد، نتواند، برای همین میگوید که قراءتی بها للعاجز عن العربیه. خب در اینجا و این قدر علی العربیه لا یصح می آید. اگر قادر باشد، قدرت داشته باشد، صحیح نیست شروع کردن با فارسی و این چنین. البته که قرائت با دیگر زبان جایز نیست. و بعدا یعنی در اینجا هم گفته که است که با مانند قرائت للعاجز عن العربیه، این عباره تنها در همین متن شما می آید، در دیگر کتاب ها نمی آید. یعنی که بعضی نسخه های نور الایضاح این عباره رو همچون اضافه دارند. برای همین بین قوسک در اینجا نوشته شده است که بعضی ها میگویند که هنگام قرائت کردن اگر انسان نتواند، میتواند که به زبان فارسی نماز خود رو گذراند. اما من باش واضح ساختم که این درست نیست. در مراقی نیز و در شرح طحطاوی، امام طحطاوی بر مراقی الفلاح نیز وضاحت داده می شود که نماز به یعنی عربی جایز نیست، باید به زبان عربی خوانده شود. و اگر انسان قدرت داشته باشد، جایز نیست حتی شروع کردن، یعنی که عباره شروع کردن به نماز رو هم با فارسی گفتن و این چنین قرائت نماز هم به دیگر زبان جایز نیست طبق قولی اصح. من با شما تو حال این رو واضح نساختم که اصح و صحیح چرا بعضی وقت میگوید، چرا در بعضی احیان میگوید فی الصحیح او فی الاصحی. هر وقتی که یعنی کوتاه کرده میگویم، هر وقتی که امام شرنبولاری یا در یک کتاب فقهی شما عباره ای رو میبینید فی الصحیح یا فی الاصح، این معنای آن را دارد که در این مسئله بین علمای همین مذهب، یعنی بین علمای همین خودی یک مذهب اختلاف هست. اگر اختلاف نمی بود گفته نمی شد که فی الصحیح طبق قول صحیح. و بین صحیح و اصح چی فرق هست؟ صحیح یعنی که در این مسئله تنها یک قولی صحیح و درست هست، دیگر قولهایش نادرست هست. اما وقتی که اصح گفته می شود، این معنای اون را دارد که در این مسئله از یک تا بیشتر یعنی 2 یا زیادتر قولهای صحیح هست، اما این از همه درستترینشان معلوم می شود. امیدوارم که فهمیده باشید. ثم وضع، خب این تمام این کار رو انجام داد، بعد چی؟ ثم وضع یمینه علی یساره تحت صورته عقب تحریمتی بلا مهلتین. خب به مهلت باید که دستان خود را چی کند؟ دستان خود را وضع کند، بندد، که میگوییم دستی راست خود را بالای دستی چپ خود در زیر ناف خود پس از تحریم میگذارد به مهلت. مستفتحا و هو ان یقول، مستفتحا از کلمه استفتاح بر وزن استفعال هست، اسم فاعل هست، یعنی در حالتی که آغاز میکند، آغاز کننده. خب در حالتی که آغاز میکند، فتح میکند، یعنی آغاز میکند، سر میکند نماز خود را و میگوید سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک. ثنای الله سبحانه و تعالی را میگوید و یستفتح کل مصلین، و هر یک مصلی، هر یک نمازگزار باید نماز خود را با همین استفتاح آغاز کند، همین دعا آغاز کند. ثم تعوذ سرا للقراءة، سپس تعوذ را میگوید در حالت خاموشی، یعنی پست
با آوازی پست تعوذ میگوید برای قرائتش. فیأتی به المسبوق للمقتدی، کسی که منفرد باشد و این چنین کسی که مسبوق باشد، پسماند باشد، عقیب ماندگی باشد. الله که در درس قبلی هم فهمونده بودم و امروز حافظ هم فهموند که مسبوق کیست. هر دوی آنها با آوازی پست تعوذ میگویند، اما مقتدی نمیگوید. کسی که از پس نماز، از پس امام نماز خود را میخواند نمیگوید اعوذ بالله. يؤخر عن تكبيرات ويؤخر عن تكبيرات العيدين. يؤخر این با صيغه مجهول هست. اخر يؤخر تأخيرا و اخر يؤخر مجهول مضارع هست یا مضارع مجهول هست. خب و تأخیر داده می شود. چی تأخیر داده می شود؟ تعوذ تأخیر داده می شود از تکبیرات نمازی، هر دوی نمازهای عید. یعنی که در نماز عید باید که اول تکبیرات عیدین گفته شود و بعدا اعوذ بالله آورده شود در رکعت اول. اگر این را نفهمید باکی نیست، در زیر انشالله بعد از 50 صحیفه بفکرم بابی نماز عیدین می آید. اللهم بلغنا، الله مراد تا آن روز رساند، امین. ثم سمى سرا، سپس بسم الله میگوید با آوازی پست. سمه معنای لغویش یعنی نام یک چیزی رو گفتن هست. خب از کلمه اسم هست و اسم. برای همین وقتی که کلمه ها رو ترجمه میکنید باید بدانید که سیاق و سیاق همون کلمه چیست، ما درباره چی گفته ایستادیم و باید یعنی جایهای نافهمه رو باید خودتان پر کنید. چون که زبان عربی خیلی مختصر هست، با 2-3 کلمه چندین یعنی به حد معنای زیاد پر کرده می شود، جوامع هست، خیلی جامع هست. اما وقتی که زبانی عربی رو ما ترجمه میکنیم با تاجیکی چی باشد، هم با انگلیسی هم همین خیلی هست، هم با اردو هم همین خیلی هست، به دیگر زبان ها وقتی ترجمه کرده می شود جمله اینقدر دراز می شود. خب برای همین این رو به نظر بگیرید. بعد سپس چی میگوید؟ بسم الله رو خاموش میگوید. و یسمی فی کل رکعت قبل الفاتحه فقط، و در هر رکعت بسم الله میگوید پیش از فاتحه تنها پیش از فاتحه. یعنی که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین تا آخر و بعدا به سوره خود آغاز میکند. خب یعنی بسم الله باز نمیگوید. ثم قرأ الفاتحه، بعد از اون که بسم الله گفت فاتحه رو میخواند. و امن الامام والمأموم سرا، و هم امام و هم مأموم یعنی که مقتدی امنه آمین میگویند در حالتی آوازی پست یا با آوازی پست. ثم قرأ سوره او 3 آیات، سپس یک سورت یا اینکه 3 آیت رو میخواند، یعنی پس از آمین گفتن. ثم کبر راکعا مطمئنا، سپس تکبیر میگوید بر رکوع میرود با آرامی، با اطمینان. مسویا رأسه بعجزه، در حالتی که سر خود را با پشت خود راست میکند مرد. آخذا رکبتیه بیدیه، و البته زن هم بر رکوع میرود اما اگر پشتش تماما راست نباشد باکی ندارد و استر هست برایش، با حجاب تر هست. و هر دویشان زانوهای خود را میگیرند، دستان خود را در زانوهای خود میگذارند. مفرجا اصابعه، مرد باید یعنی انگشتان خود را کشاید. و سبح فیه 3، هر دویشان تسبیح رکوع را میگویند سبحان ربی العظیم و ذلك ادناه، و این رقم یعنی که 3 مراتب گفتن این حد اقل هست. ثم رفع رأسه و طمأن، سپس سر خود را بالا میکند از رکوع با آرامی یعنی با اطمینان. قائلا چی میگوید در همین حالتی بالا شدن، بالا آمدن؟ سمع الله لمن حمیده ربنا لك الحمد، این هم تسمیع و هم تحمید هست. لو اماما او منفردا، اگر امام یا اینکه منفرد باشد هر دو این عباره ها را خودش میگوید، اما اگر مقتدی باشد تنها اکتفا میکند با تحمید، با ربنا ولك الحمد یا ربنا لك الحمد گفتن. ثم کبر خارا للسجود، سپس الله اکبر گفته خم می شود، می رود به سجده. ثم وضع رکبتیه، و هنگامی به سجده رفتن چی می کند؟ اول زانوهای خود رو می گذارد، سپس دستان خود را، سپس روی خود را بین هر دوی کفهایش.
و سجد بانفه و جبهته و با نوک بینیش و پیشانیش سجده میکند مطمئنا در حالت اطمینان یا با آرامی. خب نمیدونم آیا این فکری من درست است، اما من چند سال پیش رفته بودم به تاجیکستان و البته اونقدر نمیدونم، یعنی اهل و عائله‌ام رو، خویش و توار رو اونقدر یعنی با اونها زندگی نمیکنم که اونها رو از پیش بشناسم، اما مردم خیلی تیز نماز رو میخونن. نمیدونم این بین شما شهرت دارد، این بین شما عادی هست، اما نماز رو با این یعنی این رواج هست یا این یک عادتی مردم هست، نماز رو بهت زود میخونن. در اینجا مردم نمازهای خود رو خیلی با اطمینان میخونن، یعنی یا شاید تنها من در نزد شاگردان و دیگران هستم، اما کوشش کنید که این عادت رو نداشته باشید، نماز خود رو با اطمینان خوانید. تمام مفصل ها چطوری که گفتم، تمام اعضای بدن باید در جایش برگرده. در هر عضو رو وقتی که ما تبدیل میکنیم باید به همان عضو با همان حرکت، به همان رکن اعضای بدنی ما باید آرام شود و بعدا دوباره حرکت کنیم. مسبحا ثلاثا، 3 بار تسبیحی سجده رو بگوید سبحان ربی الاعلا، و این رقم حدی اقل هست. و جاف بطنه عن فخذیه، شکم خود را از رانهای خود باید بالا کند. و عضدیه عن ابطیه، و پهلوی و اورنج‌های خود را یا دستان خود را از ابطیه، یعنی زیر چی میگویم، زیر دستان را تای کش هم گفته می شود، یعنی از دو پهلوی خود دور کند. این هدف از پهلوی انسان می باشد، از بدن خود دور کند. چطوری که ما این را الکی گذاشتیم، در حالتی که زحمه یا ازدحام نباشد، در حالتی که در این گونه یک جماعتی نباشد که مردم زیاد باشد. اگر مردم زیاد باشد، مردها هم می توانند که خود را چسبانند. موجها اصابع یدیه و رجلیه نحو القبله، در حالتی که انگشتان دستهایش و پایهایش به طرف قبله باشد. موجه یعنی به طرف قبله روی کردگی باشد، موجه از وجه می باشد. والمرأة تنخفض و تلزق بطنها بفخذیها، و زن خود را خمتر یا پستر می کند و می چسباند بطنش را، یعنی شکمش را با رانهایش. ثم رفع رأسه مکبرا، سپس چی؟ بعد از آن که سجده کردند یا سجده اولی رو انجام داد، سر خود رو بالا میکنه در حالت تکبیر گفتن. و جلس بین سجدتین واضعا یدیه علی فخذیه مطمئنا، و می نشیند ما بین دو سجده در حالتی که وضع یعنی که گذارد، در حالتی که دستان خود رو گذارد بالای رانهای خود در حالت اطمینان یا با اطمینان. ثم کبر و سجد مطمئنا، دوباره تکبیر میگوید و سجده میکند با آرامی. و سبح فیه ثلاثا، این را میدانید. و جاف بطنه عن فخذیه و ابدع عضدیه، و دو یعنی ابدع عضدیه، پهلوی خود را نمایان میسازد، نمایان میکند. یعنی مرد یک چیز هست که شکم خود را از رانهای خود دور میکند، و دو ابدع یعنی نمایان ساختن، عضدیه دو طرف خود را باید دو پهلوی خود را نمایان سازد مرد. ثم رفع رأسه مکبرا للنهوض، سپس هم زن و مرد سر خود را بالا میکند در حالتی که تکبیر میگوید برای نهوض، برای خیستن، برای از سجده بالا شدن. به اعتماد، به یعنی به تکیه کردن. همین کلمه اعتماد هم من بر تو اعتماد میکنم، اعتماد می داشته باشد یک انسان بالای یک انسان دیگر. وقتی که باوری می داشته باشد یعنی که گویا که تکیه میکند بر همان انسان. این گونه که این کلمه رو باید داشته باشید. به تکیه کردن بالای زمین، به تکیه بالای زمین با دستانش، و به نشستن یعنی که وقتی که انسان دویم سجدهش رو تمام میکند باید دوباره این خیل به حالت نشست بر نگردد. بعضی هم می نشینند و بعدا بالا می شوند، باید همین خیل فوراً بالا شود، اول زانهای خود را، بعد دستان خود را و بعدا روی خود را بالا کند. البته بعضی انسان هایی که جسمشون کمترک ضعیفتر می باشد، چی از سبب حامله داری باشد، چی از سبب کلانسالی باشد، چی از سبب بیماری باشد، قوت بدن و غیره، اگر نتوانند به تکیه یا به قپیدن زمین بالا شوند می توانند که قپند، نماز را باطل نمی سازد. مخصوصا اینجا عذر هست. این یک رکعت تمام شد. و رکعت الثانیه کالاولی، رکعت دوم بمانند یکم هست، الا انه لا یثنی ولا یتعوذ، تنها فرقی در این هست که ثنا را نمیگوید و این چنین تعوذ هم نمیگوید. ولا یسن رفع
الیدین الا عند افتتاح کل صلاة، و سنت نیست. خب اینم یک مسئله خیلی مشهوری هست که مردم خیلی زیاد جنگ میکنن در این مسئله، حالا که این مسئله هست که نماز رو نمیشکند. چه انسان رفع الیدین کند در هر جنبش، در هر حرکت، چه انسان رفع الیدین نکند. حتی علمای احناف میگویند که این یک مسئله افضلیت هست که کدام کار کردن بهتر هست، نه مسئله جواز، نه اینکه جایز یا ناجایز بودن. اما به هر حال خب طبق فقه حنفی فتوا بر چیست؟ سنت نیست دستها رو بالا کردن، یعنی رفع الیدین کردن، مگر عند افتتاح کل صلاة، مگر در آغاز هر نماز. یعنی چطوری که شما شاید آگاه باشید، طبق دیگر مذاهب رفع الیدین در هر حرکت کرده می شود. یعنی در این هم اختلاف هست، به فکرم بر 7 اقوال اختلاف هست. امروز خواستم این مسئله رو کمی نظر کنم، بعد گفتم که تفصیلات ضروری نیست چون که وقت ما نداریم متاسفانه، اما قریب که به 7 اقوال تفصیلات هست و در این مورد هر گونه حدیث هم موجود هست. در این مسئله من برای شما پیام صوتی هم کرده بودم چندین مراتب در مورد رفع الیدین، بالا کردن دست ها. خلاصه گپ همین است که طبق فقه حنفی ما آن حدیث های را میگیریم که در آن پیامبر صلی الله علیه و آله تنها در آغاز نماز، تنها در تکبیر تحریم دستای خود را بالا کردگی هست و بعد از آن ساکن ایستادگی هست، یعنی دستان خود را بالا نکردگی هست. تنها تکبیر رو به زبان میگفت و به رکن دیگر یا به حرکت دیگر تبدیل میکرد یا میگذشت. برای همین در اینجا امام شلنبولری این را میگوید که سنت نیست دست ها رو بالا کردن مگر در آغاز هر نماز. و این چنین البته دست ها کی باید بالا کرده شود، یعنی کی بالا میکنیم دست ها رو، میگوید عند تکبیر القنوت فی الوتر، هنگام تکبیر قنوت، دعای قنوت در نماز وتر. بله. و تکبیرات زوائد فی العیدین، و این چنین در تکبیرات زائده یا زیاده که در عیدین، در نماز عیدین گفته می شود، در آنها هم دستای خود را بالا می کنیم. خب یعنی تمام این طبق فقه حنفی هست. در تکبیرات نماز عیدین هنگام الله اکبر گفتن دستهای خود را هم بالا می کنیم، چند مراتبه که گفته می شود. خب 6 تکبیرات اضافگی هست. در البته پیش از دعای قنوت را خواندن هم دستای خود را بالا می کنیم. این شد در نماز. در نماز جنازه اصلا طبق فقه حنفی دست ها باید بالا کردن نشود، اما اکثر مردم این رو نمیدانند و از سببی که اکثر نماز جنازه خود را در عمره میخوانند، وقتی که عمره میروید میدانید که خیلی در اونجا نماز جنازه زیاد میشود. برای همین در نماز جنازه ما الله اکبر میگوییم اما دستان خود را بالا نمیکنیم در اصل. اما اکثر مردم نمیدونن، چون که اکثر مردم نمیدونن طرز خواندن نماز جنازه و عیدین چون که کم پیش می آید و بالای این میبینن که همگی از دو طرفشون دستان خود را بالا میکنند. برای همین از دیگران پیروی میکنند. به هر حال اگر کسی کند مثلا در نماز جنازه دستای خود را بالا، یعنی این باکی ندارد. البته این طبق فقه حنفی نشد اما نماز باطل نمی شود. این یک گویم که جزئی خردی نماز هست. باز هم گفتم و هست، یعنی هست علمای احنافی که کم هستند اما یا رفع الیدین میکردند، یعنی بعضی ها گذشتگی هستند، یا اینکه میگفتن که این مسئله کلان نیست، این مسئله افضلیت هست. یعنی کسی نیست از مذهب حنفی که بگوید که این نماز رو باطل میکند. گرچه که هست یک بحث بین علمای احناف که آیا این عمل کثیر حساب کرده می شود یا نه. عمل کثیر رو انشاءالله در نواقض نماز میخوانیم، اما عموما از همه گویم که قول مشهور ترین همین است و اکثر علمای احناف همین رو میگویند که این تنها در مورد چی افضل هست، چی بهتر هست، نه اینکه در مورد جواز. به هر حال و حین یستلم الحجر الاسود، از اینجا و حین یرى الکعبه، این دیگر درباره نماز نشد، برای همین سرگم نزنید. و طرز بالا کردن دست ها هم کم ترک بد فرق میکند. از اینجا در وقتی که کعبه رو میبیند هر دو دستای خود رو بالا کند برای سلام گفتن،
و هنگامی حجری اسود رو سلام گفتن. بعضا انسان نمیتواند دستی دویمی خود رو بالا کند با یک دستش. شما میدانید هنگامی طواف کردن بعضی وقت ازدحام می باشد، مخصوصا اگر کسی در حولی کعبه باشد. یک دست انسان یک وقت میچسبد در پایان، به زور انسان یک دستی خود رو بالا میکند. برای همین یک دست هم باشد کفایه میکند. و حین یقوم علی الصفا و المروه، و هنگامی ایستادن بالای صفا و مروه، خیلی ما دیگر متاسفانه بالای آنها نمی ایستیم، اما وقتی که به آنها رسیم یا با گوییم که به همون برابری بالای آنها بودن باشیم. و عند الوقوف بعرفه، هنگامی وقوف کردن ایستادن در عرفه و مزدلفه، میدانهای عرفه و مزدلفه مکانها می باشند. بعد از رمی یعنی سنگ زدن جمره، اگر شیطان گویم شیطان یکم و مبینگی، این هم میشه جمره همون شیطان رو در نظر دارد. و عند دعائه بعد فراغه من التسبیح عقب الصلوات، و هنگامی دعا کردن، این دیده طرز بالا کردن این دست در اینجا دیگر شد. هنگامی یعنی بالا کردن این دست ها به شکل دعا بعد از فراغ شدن از تسبیحات نماز، بعد از نماز ها. خوب، در اینجا و اذا فرغ من سجدتي الركعه الثانيه، حالا که 44 دقیقه شد، سبحان الله. و وقتی که فارغ شود، تمام کند از هر دوی سجده های رکعت دوم، افتراش رجله اليسرى و جلس علیها، افتراش میکند پای چپ خود را، پای چپ خود را خم میکند. افتراش از کلمه فرش هست. اگر بدانید فرش یعنی به مانند قالین، بستر، اینها رو فرش گفته میشود به زبانی دری. یعنی که پای چپ خود را چی میکند؟ خم میکند و بالای آن می نشیند. مرد افتراش، زنها تورک. این را باید بدانید، افتراش و تورک. خب یعنی فقه خود را و اصطلاحات فقهی خود را به حد خوب نگه دارید، به حد خوب ازیاد کنید. اگر من مثلا شما را سوال کنم که افتراش و تورک چی معنا دارد و در کدام باب استفاده می شوند این دو اصطلاحات، شما باید بدانید. خب از حافظه خود باید بدانید. مرد افتراش میکند خلاص، و نصب یمناه، و پای راست خود را بالا میکند، و وجه اصابعها نحو القبله، و انگشتانش را، انگشتای پای راستش را به طرف قبله رو میگرداند یا میکند. و وضع یدیه علی فخذیه و بسط اصابعه، دستان خود را بالای رانهای خود میگذارد و چلیکای خود را کشادتر میگذارد. و المرأة تتورک، و زن تتورک یعنی که در حالت تورک مینشیند. تورک من گفته بودم که هر دو به دو نمود فهمانده می شود، اما این تعریف دویمی که من پیش کرده بودم که هر دوی پایها به یک طرفشون خم کرده گذاشته می شود در طرف راست، هر دوی پایان خم کرده می شود و بالای پای چپش می شیند، پای چپ خود را از زیر پای راست خود به طرف راست خود می آورد. این را تورک گفته می شود و زن به این شکل می نشیند. و قرأ تشهد ابن مسعود رضی الله عنه، تشهد ابن مسعود یعنی که تشهدی که از ابن مسعود رضی الله عنه با ما روایت شده است میخواند و اشاره و با انگشت اشاره خود اشاره میکند هنگام شهادت. این را علاقه گذاشتیم که هنگام نفی کردن لا اله بالا میکند و یضعه الا الله که گفت، هنگام در وقت اثبات کردن دوباره پایان میگذارد. ولا يزيد على التشهد في القعود الاول، در نشست اول از تشهد زیادتر نمیخواند. و تشهد چیست؟ التحیات لله والصلوات والطیبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یعنی که این دعا رو میخواند. خب و قرأ الفاتحة فيما بعد الأوليين، سوره فاتحه رو، تنها سوره فاتحه رو در رکعتای بعد از رکعت اول میخواند. ثم جلس و قرأ التشهد، سپس پس از سوم و چهارم رکعت می نشیند و قرائتی تشهد رو قرائت میکند و بعدا صلات بر نبی صلی الله علیه و سلم میفرستد و بعد از صلات دعا میکند، دعایی که شباهت کند یا دعایی که از قرآن یا اینکه سنت باشد، نه دعایی که یعنی به دیگر زبان باشد، یا نه دعایی که
ба монанди каломи мардум бошад. عموما به فکر من این رو برای شما گفته بودم که عموما ما دعای اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. یا دیگر دعاهایی که به همین معنا باشن این رو عموما گفته می شود، خوانده می شود. ثم سلم یمینا و یسارا، سپس طرف راست و چپ سلام می گوید، سلام می دهد و البته طرز سلام گفتن السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله می باشد. ناویا من معه کما تقدم، آن کسانی که باید اراده کند، نیت کند، آنها را در قلبش نیت می کند چطوری که گذشت. خب انشاءالله تا اینجا انشاءالله درس را میگذاریم، چون که 50 دقیقه شده است متاسفانه. اگر نه این باب را هم میخواستم با شما گذارم، اما باقی ندارد. انشاءالله درس جدا میگذاریم برای این باب. خب انشاءالله در امان الله باشید. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک.